امام زمان آدمکش. آخوند دانشمند، نگید امام زمان آدم میکشه. اولا من یه جمله بگم به شما جوانها، عینک هاتون رو نسبت به امام زمان عوض کنید. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ من نمیگم وقتی آقا میاد کسی کشته نمیشه، ولی به قول استاد ما یک سری احادیث، این احادیث اسرائیلیات یهودیا درست کردن که ما از امام زمان فاصله بگیریم، بترسیم از امام زمان. اما با هم ببینیم آیت الله مجتهدی تهرانی چه میگوید. اینجا میشه، اما انشاءالله قبل از اینکه آخوندان اینجا گرواتی بشن، حضرت مهدی علیه السلام انشاءالله تشریف میاره، ریشه همه‌شون میزنه. اینقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف بیاره، اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره. آخونده اینقدر میکشه تا خون جاری میشه. روایت داره از بچگی ما این عواعظام شنیدیم، نشنیدیم؟ این پیرمردا یادش حرفای منو، چون اینا قدیمیان، اینا که من میگم از واعظای قدیم شنیدن، روایت خودم هم دیدم که اینقدر نهر خون جاری میشه. از آسیاب میگن از خون علما. باشه. حالا ببین چقدر وقت اون آخوند ژیگولی که امام زمان میکشتش میگه اینجا نره، اینجا قدیمی فکر میکنه. چقدر خره در اینجا قدیمی فکر میکنه. بهش بگو اقبال منصوره گفت خیلی خره. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ ریشه همه‌شون میزنه. اینقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف بیاره، اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره. آخونده بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ ریشه همه‌شون میزنه. اینقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف بیاره، اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره. آخونده آقای دانشمند میگوید روایاتی که خوناشام بودن امام زمان را ثابت می کند اسرائیلیات است و یهودیان ساختند. اکنون با هم بنگریم که این یهودیان چه کسانی هستند. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم می دانستند که قائم هنگام خروج چه کار خواهد کرد، بیشترشان دوست نداشتند او را ببینند. از مردمانی که می کشد و او با کشتن قریش شروع می کند و جز شمشیر چیزی رد و بدل نمی شود، تا جایی که بسیاری می گویند که این از آل محمد نیست وگرنه مهربان بود. بهار الانوار جلد 52 صفحه 354، الغیبه نعمانی صفحه 238، الزام الناصب جلد 2 صفحه 247. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم بدانند که امام قائم وقتی ظهور کند چه خواهد کرد، اکثر آنان آرزو می کردند که کاش او را نبینند، از بس که مردم را می کشد. حتی بسیاری از مردم خواهند گفت
این از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اگر از آل محمد می بود رحم می کرد. بهار الانوار جلد 52 صفحه 353، الغیبه صفحه 153. از ابو عبدالله نقل شده که گفت وقتی که قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم خروج کند 500 نفر از قریشیان را جمع می کند و گردن آنها را می زند و سپس 500 نفر دیگر را نیز جمع می کند و گردن آنها را نیز می زند و این کار را 6 بار تکرار می کند، یعنی 3000 نفر. و گفته شده که تعداد قریشیان 3000 نفر بوده است. چون این روایت در آن زمان بوده و آن زمان تعداد قریشی ها اندک بوده، به این دلیل تعجب کرد. گفت آری، خود و موالی آنها این تعداد هستند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 338، الارشاد مفید جلد 2 صفحه 383، روضة الواعظین صفحه 265، الغیبه نعمانی صفحه 240. بینندگان عزیز، امام زمان که از دیدگاه خود آقایان انسانی وحشی صفت و خوناشام و خونریز است، به گونه‌ای که روی حجاج و چنگیز و هیتلر را سفید می کند، آیا دعای فرج و ظهور چنین موجود خوناشامی حماقت نیست؟ قضاوت با شماست.